خوش اومدیم به ویدیو جدیدمون. همونجور که رو تامنیل متوجه شدید میخوایم بریم ببینیم که یه میز تحریر ساده رو آماده بخریم به صرفه تره یا اینی که خودمون درست کنیم. خب بچه ها رسیدیم دم کابینت سازی. شما همینجا بمونید من برم یه قیمت بکنم و برگردم. رفتم قیمت کردم. تختش گفتش که 1 تومن در میاد چون دوبل میشه تختش. بعد یعنی 2 تا 1 سانتی میخوره رو هم، دوبل میشه و نوار میخوره قشنگ میشه. بعد آهنشو گفت من ندارم، بعد از همکارم بپرسم نمیدونم داخل واتساپ و اینو پیام بده که اونم پیام بدیم ببینیم چقدر میشه قیمتش. داخل دیوار پیداش کردم، گذاشته بود که 2400. بعد این 2400 هزینه حمل و نقلم میخوره دیگه. حالا یه کابینت کار دیگه سراغ دارم، برم اونم قیمت کنم ببینم چقدر میشه. اگه زیر 2 تومن بشه یا نهایتا تا 2 تومن بشه خب قطعا به صرفه است که بدیم مثلا برامون درست کنن، آماده شده شو بگیریم. حالا در هر حال بریم ببینیم که چی میشه. خب اجی نم نم داریم میرسیم به کابینت کار دوم. همینجا باید باشه. اگه جمع نکرده باشه از اینجا بره، مثل اینکه از اینجا رفته. بله خب عملیاتمون با شکست مواجه شد. مثل اینکه از اینجا جمع کرده رفته و عادت جدیدشو نداریم. تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که منتظر بمونیم همین کابینت کاری که رفتیم پیشش بهمون قیمت بده. بریم بعد از قیمت دادن کابینت کار برمیگردیم. سلام. الان 3 روز از اون روزی که رفتیم پیش اون کابینت سازه که نزدیکمون بود و بهش گفتیم که این میزو برامون بسازه گذشته و تازه الان جواب اونو داده و این که میگه 7 میلیون. بعد گفتم که خب اون گرونتره، این میزو برام درست کن. که اینم برگشت به من گفتش که 5 تومن میگیرم ازت میزو درست کنم. گفتم خب باشه نمیخوام، میز گرون در میاد و این حرفا. رفتم تو دیوار گشتم، 2 تا از سازنده ها رو گیر آوردم که یکیشون باز سازنده همین میز بود و گفتش که اینو 3 خورده در میان، در صورتی که تو دیوار نوشته بود 2300. گفتم نمیخوام، خب گرونه دیگه، داری این قیمتی که زدی و نمیخوای بدی. بعد یه فروشنده دیگه گیر آوردم، رفتم پیش اون که سمت سبا شهر و نصیر شهر میشد، اون سمتا بود. رفتم پیشش، گفتش که همون قیمتی که داخل دیوار زدم برات در میارم، 2300 که این میز میشه. اون میزی که میگفتم اینه. اینو خریدم با همین رنگ و قیمتش هم 2300 بود. خیلی هم قیمتش مناسب بود نسبت به جای دیگه. اینم نتیجه کاره. و یه نکته دیگه ای که باید بگم بهتون اینه که این سازنده هایی که میگفتن 7 تومن و 3 تومن و 4 تومن و 5 تومن، این قیمتی که اینا میدادن برای ابعاد 80/70 بود. این قیمت میگفتن 7 تومن و نمیدونم 4 تومن و 3 تومن. من الان این میزی که خریدم ابعادش 120/60، یعنی خیلی بزرگتر از اون ابعادیه که اونا میخواستن بسازن و قیمتش هم ارزونتر، 2300. فکر کن 70/80 رو میدن 7 تومن یا 4 تومن، 120/60 رو گرفتم 2300. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. این هم یه تجربه خرید دیگه.